حامد خوش کنم اون تانه اون بیدایی روی بس کنم چی روشنایی تانه روشنایی گسای تاجیکستان کنم اون را تان درست کنم خونه تان الهی حامد خدا خونه تان گندم و دا اون تانه درست کنم اون تانه اون بیدایی را کنم جو گندم و همه چی فرایمان شد خونه هاتون همه چی پر شده خدا یک خونه همه چی فرایمان کنه بچه دار دختردار آبادی تاجیکستان بتید خدا حامد دائما به خاله توی خاله جواب قاشا پر کند داماد و عروسه الله اکبر جگر جون اوکی برای چی کار میکنی؟ ما ای چی کمون جگر جون کار میکنی؟ اسم من رنگو که عروس براس نمیفورم گپ زنی ای عروس اخت بگو ما جون ما بالای دریق نمیدونم ما یمون گندگی کردیم اخت دا جگر جون این ما بالای خیرسک وارد اینو بخواه جونی ما اینو بخواه بگی خیرسک تا قد شما واریم آدما زندگی کردن نمیفورم اوچا اوچا الا بچه بچم بیا اینجا اوچا اینجا بیا بو این کلن تبی با ایشا بی با بدرا بو چو کدای ای اوچا ای اوچا این کلن تبی اینجا بیا کم ایشا مداو توری برو مداو دری شکاف مداو دری صندوق مداو بو این کار کدای خاتم قابل مثلا با همه خدمات میکنم که خاتم قابل با خاتم قابل مثلا جانی چیکاری کار کدای که بو شرمنده مونکو ای تو بکن با چی گم؟ شرگا پای خاله دا اینا بابا ملا اینا خدا زنده شوی ولی تو شما مرا بو میگن که وینواتی اینا ایشم رنگ هم یکمش کدستا با پروبلم زندگی آخه تو چه بالا داری تا که گشته دویم زلک شدید آخه بابا ملا ما چیکار کنم بخی اینا خود چه بپر چه با قهر کردن خود ما یکون کار نکول دست شقه بدگی نیست آخه ما جان گفتی یکمش گفتی که جین یار شده پاری یار شده برو مادر رفته آخه دویم شب چی بالا زده که با دویم شب پروبلم کردسی تو آخه خود چه بپرسن آخه ما حالی گفته هستم که دست همین دختران نقپیدم خود چه پرسن اینا دخترم دخترم نه باید تقوی جان چه پروبلم داره تو ایقا چه پروبلم داره دخترم تقوی جان خدا دیگه آدمی با عقل اینه من 3 روزه عروسکم علکه گوش تمام شده آخه دخترم من این خانه را که نمیشناسم این خانه را من میشناسم فهمیدی دخترم حالی گوش تمام شده میگه که قرض و قواله این کدگه که حالی این خانه دا نانم تمام شده بچه